اینجا قرار راپله جدید انجام بشه. کل تغییراتی که انجام شده اینجا اتاق خوابو تغییر کرده اومده اینجا و از اینجا رفتیم یه دونه واکین کلازت بزرگ در آوردیم. اینجا قبلا لاندری روم بود و فضای کریدور. بعد اینجا یه دونه جیل حمام توالت و 3 پیس اینجا در آوردیم. بعد اینجا یه دونه حمام قبلی بود که حالت حمام مهمان داشت. اینم که داریم خرابش میکنیم و دیگه براتون بگم اون قسمت هم یه حمام 3 پیس بود که میتونستن این روز اتاق استفاده کنن. اینم قرار برداشته بشه کامل اینجا بشه یه دونه مستر بدروم بزرگ. اون قسمت اونجا هم که یه دونه حمام بوده مال قبلی مسترش بوده اونو باید برداریم عد کنیم به این سمت. این قسمت اینجا هم که دیگه راپله هست که احتمالاً این دیگه نباید باشه. اینو جمعش میکنیم تموم میشه میره. یه نمای کلی هم از اینجا داریم که معلومه اتاق سر جاش میمونه. اینجا مثلا یک تغییراتی میکنه و اینم که قبلش هستش که اینجا رو قبلا مسترش بوده. یه اتاق اینجا کلازت داشته که دیلی آر توش نصب شده بودش که الان داریم میبینیم آویزون همش و یک کلازت جمجور اینجا بود و اینم که مال مستر قبلیش بوده که ما شروع کردیم به خراب کردن اینها.